زندگی نامه یک انسان معمولی. دیروز از معبد برگشتم. یاد گرفتم حرفهای اضافه نزنم. یاد گرفتم از زبان تنها برای ارتباط برقرار کردن استفاده کنم. زبان از نظر من ناقص‌ترین اختراع بشر است و من همیشه با زبان سر جنگ داشتم. دیروز بعد از تجربه روزه سکوتم در معبد فهمیدم از زبان انتظار بیش از حدی دارم. زبان میتواند شکم من را سیر کند، میتواند برایم کار جور کند و به دکتر بفهماند که این سرم است که درد میکند، نه شکمم. همین و نه بیش از این. حتی در این نکته آخر جای بحث وجود دارد. دارم به جایی میرسم که چند روز پیش گنجشکی را دیده بودم که در حال کمک کردن به گنجشک دیگری بود. فکر میکردم با توجه به درس‌هایی که تا به حال خواندم میتوانم جون گنجشکی که روی زمین افتاده را نجات دهم و از خودم قهرمان بسازم. اما نیست. دیگر گنجشک اینجا نیست. نه حتی بدن کوچکش که در لحظات آخر همچنان در دستان من گرم بود. من دخالت کردم. آخرین لحظات دو گنجشک را به هوای ادامه دادن برای همیشه از بین بردم. این راهی که میروم به کجا میرسد نمیدانم، اما جاده درستی است. این را حس میکنم و برای بیان کردن دلیلش زبانی نمیشناسم. من از شرق آمدم، از جایی که خورشید طلوع میکند. من در شرق یاد گرفتم هنر میماند و هنرمند نه، که من قطره ای از دریام. من یاد گرفتم که جلوی بزرگتر پاهایم را دراز نکنم، به تو شما بگویم، اول من سلام کنم. کسی وارد شد از جایم بلند شوم. در دنیا به هر چه رسیدم و هر کسی شدم هیچ کدام از اینها را فراموش نکنم. من در شرق یاد گرفتم از تمام پرندگان تنها 30 مرغ میمانند و 30 مرغ میشوند. من اولین قدمهایم را در منطقه الطیر تجربه کردم. اولین زنی که من شناختم رابعه بود، رابعه بنت کعب. من با خورشید از شرق به غرب آمدم، از شهر عشق و شعری که خاک گرفته به آسمون آبی و پاک ساعتی اینجا. سرعت زمان در این شهر سرعت نور است. من در درس هایی که اینجا خواندم میدانم اگر یک چیز غیر بومی را در یک جای جدید قرار دهی دچار بیماری های جدید می شود که بدنش آنها را نمی شناسد. دچار دردهایی می شود که برایش آشنا نیست. یا عادت می کند و بدنش ایمنی لازم را پیدا می کند یا نمی تواند و از بین می رود.